خبر تو خبر داره براتون. از آبغوره‌گیری دایناسورهای خبرگان از ترس سقط شدن عظما. حتی کسی که رهبری رو در دست داره و مأموریت رهبری رو خودشون رو دارن میفرماین، یه جایی برسه مأموریتش تمام بشه، از میان شما بره. فقط تصور این که سایه آقا بالا سرمون نباشه. دیروز یه سری اعضای مجلس خبرگان اونجا شروع کردن های گریه کردن، نتونستن جلوی خودشون رو بگیرن. خلاصه بوی الرحمن عظما طوری بلند شد که بسیجی‌ها افتادن به شرشر. به خاطر همین امام جمعه های خمینی شروع کردن به ماسمالی قضیه. یک کسی گفته که گریه کردن اعضای خبرگان، که کسی گریه نکرد. که بعضیا آمدن و گفتن که حضرت آقا دستور داده که مجلس خبرگان وارد بحث در رابطه با رهبر بعدی بشه، یعنی چیزی اصلا تکثیر میشه حضرت آقا. یعنی خلاصه که عظما میخواست با جمع کردن خبرگان یه مانوری کنه، اما نتیجهش این شد. حالا همه این حرفا یه طرف، قرار گرفتن نظام توی یه پیچ تاریخی حساس هم یه طرف. امروز ما در پیچ تاریخی حساسی هستیم، اما از مذاکره هم نمی ترسیم. ما ملت مذاکره هم هستیم. ما مذاکره را تبدیل به تابو نمی کنیم. ظاهرا این طرف حرفای چند سال پیش عظما رو یادش رفته. حالا اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه. خلاصه که خر عظما دوچار گیجی شده و خودش هم نمیدونه از کدوم طرف بره. اسم ناقصی دارم. این وسط اون چیزی که بیشتر از همه عظما رو میترسونه قیام مردم تو کف میدونه. برخی از دوستان خیرخواه ترسی این دارن دوباره همون جریان توطئه گران شدن بنزین باشد و در زمستان پیش رو مشکلی سختی پیش بیاد، یعنی دشمن همینا فردا بیان تو کف میدان و علیه دولت علیه نظام بیان توطئه بکنن. بله، به این وضعیت عظما اصطلاحاً میگن سگلرز. دست و پا زدن‌های ظریف برای مذاکره هم با این داد و قال‌ها مواجه میشه. عزیزان، آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خستند. تو خسته ای؟ این تو بمیری دیگه اون تو بمیری نیست. این شوت هم دیگه اون شات نیست. عدي اللي وصل الكرة ابعد 1000 درهم ها في البنية اول. يا سلام، دورك بشنب دورك. مشنگستان این هفته رو با حرفای این کارشناس حکومتی شروع میکنیم که وضعیت اقتصادی نظام رو تو 4 تا جمله خلاصه میکنه. نمیتونیم به 6 تا کشور همسایه‌مون هم یارانه بدیم، بعد اقتصادمون هم سر پا باشه و فکرم بکنیم که آقا مشکل این وجود نداره. نه آلمان نه ژاپن، هیچ کسی نمیتونه به 6 تا کشور همسایه‌اش یارانه بده. همین الان قدرت خرید کارمندا و مردم پایینه. بنابراین ما اموال مازاد باید بفروشیم، از اون بر نگاه کنیم. اینجاست که معلوم میشه همه ادعاهای آخوندا مبنی بر گشایش اقتصادی یه چیزی تو این مایه هاست. این هم یکی دیگه از دستاوردهای پزشکیان، نان 100,000 تومانی. کلا
وضعیت نان رو قراره بررسی تو 23 گزارشی نشون داده ما نان 100,000 تومانی حتی داشت فروخته میشد. بله داره انجام میشه. یکی از نگرانی ها و سهم مردم نان 100,000 تومانی، سهم خودشون و شرکت هاشون هم اختلاس های نجومی. شما خدا شاده هفته نیست که من حداقل 2 گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت ها دست من نرسه و این قابل تحمل نیست. روشنه که خروجی چنین بخوری چیزی نیست جز اقتصاد خرد و خمیر و ریال اسیر. متاسفانه دلار 60 تومن شد 70 تومن. دولت در ارتباط با گرانی دلار هیچ اقدام موثری انجام نمیده. ما امروز پول ملیمون مزمحل شده، از بین رفته، دلار حاکم شده. امروز دلار آمریکا متاسفانه شده امیر و ریال ایران شده اسیر و دولت بیخیاله، اصلا عین خیالش نیست. مردم دارن نه میشن از گرانی اجناس و در حوزه اقتصاد. بنابراین با این همه بحران اگه این اقتصاد تا همین جا هم مونده شانسیه. حالا وسط این اوضاع آشفته آخوندا به فکر تأسیس کلینیک ترک بی‌حجابی افتادن. بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص کلینیک ترک بی‌حجابی ضرورت داره نکاتی را به عرض برسونم. خانواده‌های زیادی مراجعه می‌کردن، دخترانی که خودشون دچار بی‌حجابی شده بودن مراجعه می‌کردن که ما را راهنمایی کنید، ما به این وضعیت علاقه‌مند نیستیم، نجاتمون بدید. قوه قضاییه نگران بودیم که اگر کسی را قرار شد دستگیر کنه براشون جریمه بنویسه، لذا پیشنهاد دادیم که باید با اینها کار فرهنگی انجام بشه. بحثات آخوندا به قدری کساد شده که یه عده‌شون برای جذب فالوور زدن تو کار نقد سینمایی. اگه فیلم گستلاید یا نور شبح که در صفحه بهتون معرفی کردیم رو دوست داشتید، این 3 فیلم رو هم ببینید که برگرفته از 3 نمایشنامه مهمه. اولی چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد به کارگردانی مایک نیکولز با بازی الیزابت تیلور، برگرفته از نمایشنامه به همین نام از ادوارد آلبی. الیزابت تیلور به خاطر این نقش برنده اسکار. این یکی هم دیده هیچ هنری نداره، وارد صنعت مد شده. خلاصه که هر کدومشون میخوان از آب گلالود یه ماهی بگیرن، اما بز میارن.